برادرای عزیز و گرامی، در این لحظه هایی که بسیار مناسب گوییم و خدای مهربان به ما و شما دست داده است، این خیلی امکانیت آورده است، میخواستم یک حدیثی را از پیامبر نازنین من معنا کنیم. برادرها، کنی پیامبر نازنین برای ما و شما چی فرمایش کردند، چی بیان کردند، گوش می اندازیم. خدا خواهد در بعد محفل آنچه شنیدیم از خداوند توفیق عمل کردنش هم ما و شما باید درخواست داشته باشیم. حدیث برادران عزیز و گرامی جناب امام ابو هریره روایت میکند. اکنون من میخواستم به خاطر که در یک خاندانی برادری که اینجا در مصیبت آمده است، اینجا در صاحب خانه دنیا گذشته است، من این حدیث که بسیار مناسب همین وقت و همین زمان هست، من گفتم میگذارم تا شاید خدای مهربان و هممون توفیق دهد که با این حدیث پیامبر پایبند عمل باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او هرما مفندا او موتا مجهزا. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، برادران عزیز، در این حدیث مبارک چی میفرماید؟ من حدیث حالی تمام خواندم، انشاءالله در دوام صحبت باز حدیث برای شما کامل میکنم. رسول الله گفتند که هر یک امتی من دانسته باشد که 7 چیز هست، 7 چیز. از این 7 چیز در یکی از این تو مبتلا میشوی. یعنی از این 7 چیزی که حضرت بیان کردن، از اینها امتم خلاصی نداره. میگم حتما در اینها امت من مبتلا میشوند، ولی حضرت میگه پیش از آنه که مبتلای یکی از این 7 چیز شوین، شما حرکت کنین که تا مبتلا شدن شما پایبند عملهای صالح باشین. زیرا اگر از این 7 چیزی که من حاضر بیان میکنم، پیامبر گفت اگر یکی اینها مقصد تو در اینها افتادی، در اینها مبتلا شدی، دیگر عملی صالح کردن نمیتونی. بیاین من یکی از اونها را به شما گویم، با انشاءالله که من حرکت میکنم که برای شما چقدر عادی کرده فهمانم، چقدر ساده کرده فهمانم، تا که برای ما و شما مشکل فهم نباشه. یکم حضرت گفتن فقرا منسیا. اگر امتی مرا یکی از این 7 چیزی که حضرت گفتن خدای نکرده اگر دامن تگیرد، یکیش نابودی ای، یکیش فقر برادران عزیز، یکی گویم یعنی کمبغلی، ناداری، بی‌شرایطی. گفت اگر وقتی یکی این در امتی من مبتلا شود، مقصد دیگر برای رفع کردن همین کمبغلی و بی‌شرایطیش دیگر هوش و گوشش فقط در همین سمت می شود، دیگر عملی صالح کردن نمیتونه. ولی برادران ما را از روسیه زنگ زدیستن ایدی روز این جانب، میگه حاجی بابا ما همون غذایی را که بخوریم که قوت ما بخشه و روزه بگیریم نداریم. مقصد من روزه بگیرم یا نگیرم؟ برادران ببینین علاقه همون فقری که حدیث میگه، همون ناداری را که حدیث میگه، معناش همی است که نه تنها برادرای ما بلکه شاید مثال در بین ما هم الحمدلله ما خدا را سپاسگزاری میکنیم که امروز
اگه تا او حدی که مردک یک تیکه نان نیاوه نخره، امروز در جمهوری ما من که از حساب گشت گذار خودم میبینم، شکر ای دسترخانه را میبینیم، شکر هر یک برادرایی که میبینیم، مثال میریم اگر چنده که امکانیت هم نداشته باشد میره، مقصد میوهش هم که نباشد نان قند دیگرش هست. ولی اگر مبادای نباشد میگه آدم در فکر همین میافته که از کجا من یک تیکه نان مقصد به دست بیارم، چخیل کنم که مقصد فرزندای من از شکم گرسنه گریه نکنن، طلب نکنن. پیامبر بین میگه اگر مقصد همین حالت بر بالاتون بیاید، شما را دیگر در فکراتون 5 وقت نماز در وقتش خواندن دیگر برادر این بیاد تا نمیزنه، بیاد نمیزنه که من باید 5 وقت نماز خوانم. زیرا که برادر عزیز ما را گرسنگی یا ما را مقصد شکم خالی که برادر عزیز و گرامی ما را پیش از آنی که دامن ما بگیرد، ما تا دامن ما گرفتن باید که علاقه ذخیره عمل صالح داشته باشیم. زیرا برادر عزیز بینین همین حادثه ای که به سر بابای علی اکبر آمد، کی را در خیالش بود که همین آدم آب میاو میبرد مقصد نابودش میکنه؟ هیچ کس در خیالش این نبود و حتی خودش هم در خیالش این نبود برادر عزیز. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت استعید للموت قبل نزول الموت. ببین حضرت چی میگه؟ پیش از آنه که مرگ به سراغ شما میآید شما آمادگیش باید داشته باشید، تیاری وای باید در شما باشد. آمادگیش برادر عزیز، تیاریش چی است؟ البته همون عمل صالحی که من برای شما میگم، همون نمازهایی که ما میخوانیم، همون احسانهایی که ما میکنیم، همون نیتهای نیکی که در قلبمون داریم. ببینید همون دست یک برادری مسلمان ما میگیریم. ماه رمضان آمده است، ای ماه رمضان روزه میگیریم، همه اینا در عمل صالح میدرآیند. وقتی عمل صالح باشد، عمل پرره و کامل باشد برادر عزیز، دیگه از مردن ترسیدن در کار نیست. از مردن باید کسی بترسد که برادر عزیز خانه آخرت هم در خطر است. لیکن نفری که وقتی که الحمدلله در دنیا آفریدگار خودش شناخت، رازق خودش شناخت، همچو بنده عبادت کننده و اطاعت کننده خودش معرفی کرد، برادرای عزیز دیگه الله خودش میگه لا خوفون بین علیهم ولا هم یحزنون. این گونه انسان ها باید نه ترس داشته باشن نه غمگین باشن. نه غم داشته باشن، نه غمگین باشن، نه ترس داشته باشن. از این لحاظ برادر عزیز حضرت عمر رضی الله عنه میگفت عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. حقیقتا دنیا دا میگه با مالداری و با پولداری خطی آدم عزت میآورد، لیکن آخرت میگه حضرت عمر یقین دارین که تا عمل صالح نباشد، تا اگر کردارهای نیک بندگی قطعی نباشد، در اونجا عزت یافتنت بسیار محاله. اگر شما خواهید عزت مقصد آخرته، میگه پایبند شدن به بندگی خدا آدم در آخرت هم عزت میبخشه. بین حاضر میگه بابای علی اکبر مردک روزدار بود. برادر عزیز ببینید چقدر حتی همین دوشنبه و پنجشنبه و پیامبر نازنین روزه میگرفت. برای چی روزه میگرفت؟ برای که از دوشنبه تا دوشنبه، از پنجشنبه تا پنجشنبه هفته‌انه اعمالهای ما نزد الله مهربان برده رسانده می شود.
بنده های من در همین یک هفته چی کار کردن، خوبی کردن، بدی کردن، چی کردن، همه اینها نزد الله ده نشان داده می شود. پیامبر گفت دوست بدارم که اعمالم پیش خدا نشان داده شود، اینجا در زمین من روزدار باشم. ببینید من در روی زمین روزدار باشم و اعمالم پیشنهاد و پیشکش الله شود که این اعمال بنده هست که الحال وی روزداره. زین لحاظ برادرای عزیز، تا آن زمانی که این حالت بر بالای ما میاد که ما دیگر در دنبال فقر و ناداری ما سرگردان میشیم، ما باید که الکی جمع آوری از اعمال هامون باید داشته باشیم. یگانه چیزی که برادرای عزیز، حالی شما یک چیز دانین که هر کسی که اگر گوینده لا اله الا الله باشد و داخل جنت می شود. هر کسی که الله را به مثل به مانند می داند، هر کسی که الله را خالق می داند، رازق می داند، آفریدگار می داند، پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم همچون پیامبری آخر زمان می داند، قرآن کتاب الله می داند، اینها داخل جنت می شود. لیکن در جنت هم برادرای عزیز قرآن خودش چی میگه؟ میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنت هم الفائزون. البته در جنت هم برادرها همه یک خیل مرتبه نداره. اگر همه ما هم که داخل جنت شویم، در جنت هم از روی زحمت هامون، مهنت هامون برای هر کدام ما علاهیده مقام و منزلت علاهیده است. برای چی؟ برای روزدارها مخصوص در ریان است. بین در جنت دری هست که به نام ریان، میگه فقط و فقط روزدار قبول میکنه. هر کسی روزدار است از در ریان میدراید. نامی در، نامی همون دری از درهای جنت است. بین غیر روزدار میگه من راه نمیتونم. در درون مقصد او جایی که در ریان هست، اونجا دا باز راحتش، اونجا با امکانیتش، با اونجا شرایطش با از دیگر جایها فرق میکنه. ولی حدیث داریم از پیغمبرمون، میگه لیس یتحسر اهل الجنه الا علی ساعت مرت بهم لم یذکر الله تبارک و تعالی. در جنت وقتی جنتی ها داخل میشیدن برادرها، در جنت هم تصور کنید، در درون جنت هم میگه حسرت میخورده. برای چه حسرت میخورده است؟ آخی دیگر همون ای حمد آخری مقصد جنت بود، در آمدی با چی افسوس میخوری؟ میگه وقتی میدیده است که بندگانی که زیادتر خداونده یاد میکرده اند، بندگانی که وقتای خالگیشونه بیشتر به ذکر خدا میگذرانده اند، وقتی راحتی اونها را میبینه، وقتی احترام اونها را میبینه، لیکن خودش از اونها که پستر میبینه، میگه ای کاش در دنیا من هم امکانیت داشتم، من هم شرایط داشتم، من هم وقت داشتم، لیکن این فرق بود که من نظر به بنده خدا الله را کمتر یاد کردم. خداوند برای او که جای بهتر داده است، این پایان ترکاش افسوس میخورده اند. کاش که منم مثل همو میکردم و امروز در جای همو آدم قرار میگرفتم. برای این برادران عزیز و گرامی، من گمانم همیه که بیشتری منطقه های داریم که از این حدیث های پیامبر شنیدن، مقصد شاید در گوشاشون نرسیده باشه، یا مقصد این خیل محفل ها در اشتراک کردگی نباشن. این هم یک بگیم رحمت الله مهربان است که ما و شما را در اینجا جمع کرده است. ما این سخن ها را میشنویم، این سخن الله و رسولی و است، و من در نقشه کاری ما عوض میکنم. میگم بله این خیل که باشد، باید که منم باید از زمره کسانی باشم که فردا جنت دم که در آمدم حسرتی نباشم.
یا برای جنت رفتنم باید من سعی تلاشم داشته باشم. شاعرها میگه هر کی را سعی قدم بیشتر، به درگاه حق منزلش بیشتر. کسی را حرکتش سعیش، اگه شما چی فکر میکنین یک آدمی هست که حاضر شب نماز تهجد میخوره، یک آدمی هست که تماما تهجد نمیخونه، البته اینا برابر نیست. آدمی هست که هم روزه میگیره، هم با یک بار یا دو بار قرآن تا آخر ماه رمضان با ختم میکنه، البته اینا دستها برابر نیست که آدمی هست که همون روزش هم میگیره و تماما قرآن نمیخونه. آدمی است که در ماه رمضان دست دهها بیچاره و ناتوان با میگیره. آدمی است که مقصد فقط روزش هم میگیره، امکانیت هم داشت ولی کسی را دستش نمیگیره. اکو اینا در ثواب برابر شده نمیتونه. کسی را مهنتش، زحمتش، خراجاتش زیادتره و حتما در پیشگاه خدا با قدر قیمت یا علایده. انا یکم چیز برادران عزیز وقتی دامن ما را میگیره و این چی است؟ این فقره، این ناداریه که وقتی این بر بالا من آمد دیگه برای برطرف کردن این تمام ایسای تلاش و حرکت هم میکنیم. سهر تا بگه مقصد مشغول میشیم به کار تا که از همین حالت ببرویم. وقتی که دنبال ایده باشی عمل صالح تا برادر عزیز کرده نمیتونی. دویم چیزی که حضرت یادآور شدن او غنن متغین، دویم چیزی که گفت در دنیا شما را شاید دامانتون نگیرد این است که یک مبادای مالدار میشین و ای زمره مالدارهایی میشین که بعد مثال 4 تنگه را دیدن دیگر بنده بودن تا مخلوق بودن تا دیگر فراموش میکنی. دیگر ایادت میبرای که تو به خودت آفریدگار داشتی. دیگر به یادت نمیاد که آخی تا دیروز من همین پولهایی که ازی دارم همینا را من نداشتم، همینا از کجا آمدن؟ دیگر در این قدر برادر عزیز عقل نمیگیره، همین را اندیشه نمیکنی که آخر همین دادگی که حاضر آمد دستی من را پر کرد ای کجا آمد؟ خدا میگه تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا میگه وقتی دیدین کسی را که مال دارد دانین که عطا کننده همون مال منم، من وی مالدار کردم. کسی را میبینین که مال داشت و مال ای دستش رفت، الله میگه بدانین که همون از دستش من گرفتم. خدا میگه وقتی دیدین یک آدم که بسیار احترام داره، بسیار عزت داره، بسیار مردم دوستش میداره، بدانین که همون احترام عزت من دادمش. خدا میبینه میگه یک کسی آبرو داشت، قدر داشت، قیمت داشت، لیکن همش ای دستش رفت، خار شد، بینام و نشان شد، شرمنده شد، بدانین که اون را من کردم. بیدک الخیر، الله میگه همش در دستی منه، من بر همه چیز قادرم. انا آدمی که اگر صاحب مال شید باید ایستاده و فکر کنه، بگه دیروز منم مال نداشتم، امروز خدا مرا مال داده، در این مالی دادگیش خدا یگان مقصد داره، ایرا مرا بیهوده نداده. پیامبر نازنین میگه ان الله یحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدی. خدا میگه دوست میدارم که وقتی مالدارتان کنم دوست میدارم که اثر نعمت ما در بندم ببینم. ببین خدا میگه دوست میدارم که وقتی ترا من مالدار کردم به طرف ما بگردی بگوی پروردگار مهربان چی ذات بزرگی تو، خدایا ترا سپاسگزاری میکنم که امروز مرا از زمره کسانی کردی که تا دیروز دستی من گیرنده بود، امروز دستی من تیانده شده است. پیامبر میگه الید العلیا
خیر من ید سفلا. دست دهنده بهتر از دست گیرنده. خدای دست مرا امروز دهنده کرده، به سوی تو سپاسگزاری میکنم. الان میگه انامین من دوست می‌دارم که از بنده را که مالدار کردم انامین کلمه و سخنها را شنوم. نه اینکه مثال روزی دراز با این مالش فقط معصیت باشد، با این مالش فقط اسرافکاری باشد، با این مالش فقط تکبری باشد، با این مالش تماما تا دی روزه حتی همسایه و نزدیکایی که داشت همونها را دیگر نشناسه. با این مال برادر عزیز، نه، این مال اگر دیندش الله هم باشه، با الله گیرنده هم هست، گیرنده هم هست. و یک قصه از بسیار مشهور، اگر من یک وقتا در همون زمانهای خطیبین بگیم قصه کرده بودم، اگر یاداتون یکی گوش کرده باشید. میگه یک مردی ثروتمندی بود، با زنش میگه نشسته بود و مرغ کباب میخورد. به ناگاه میگه یک نفر در آمد، یک تلبنده در آمد و میگه وقتی که در مشامش همان بوی مرغ کباب که رسید بسیار خواهش شد که از همون یگان لقمه اکش بتن. میگه این مرده که ثروتمند، ایامون ثروتمندایی بود است که وقتی پولدار شید بسیار مست شید دیگر در تاجیکی ما پوف پوفی بنده خاکی میگن، ای زمره امونا شید، آدمگری را دست داد. بین بعد میگه زنش گفت که برای گفت تو کی آمده است؟ پیشش که از خانه، پیشش که از خانه. گفت مرده یگان تیکاک نه گو را صدقه مرغ کنه. گفت او را چی و مرغ خوردن چی؟ زنش آمد گفت بنده خدا، زنش با آدمی کم ترک آگاه به دست گفت بنده خدا، گفت خواهش کم نداد مرده. برای همین خیلی که پیامبر گفت است که اگر چیزی هم ندادین سخنی نیکش بگین. دو من که شما را رد میکنم. رهبر خانه مرده که گفت بخششی زیاد برآمد رفت. این مرده یک زمان برادر عزیز این مردک مال ثروت و دولتش همه دست رفت. ولی در این تجربه های حیاتی شما وا نخوردین کسایی را که مالدار بود به مال شید. بعد زمانهای گذشت این مردک به مال شید، به پول شید، دیگر زنها همه دستش برآمده رفتن. همین زنی که همراهش بود با مرور زمان دستش میبرویه و شوهر میکنه. با این شوهر نوشم در اقبالش با همتری مرده که ثروتمند میافته، اونه که ثروتمندی با ایمان و با انصاف. همین اصلا همین حادثه، همین حالت مرغ خورده شدگی هم که یک تلبنده میدراید. در حالی مردک میگه که انا که چخیلی که خدا مانده تاجیکا دسته که میگه ای نیکی امی ریسک کمی بدای. در هم میگه پارا میکنه مرغ یک نیم شو، میگه بر میگه در دستی همو بتی. این میگیره میارد زنک، همون زنی همون ثروتمند بداخی، همین میبره میته در دستی او گریه کده میه. میگه چرا گریه داری؟ چی گپ شید؟ میگه همین مردکی که تلبنده ای که الحال مقصد آمد اینا من یاد دارم این شوهری من بود. این مردک بنیایت ثروتمند بود، بسیار مالدار بود. امروز ببین که این آدم به این حالت افتیده، گریه آمد، غمدار شدم. بعد این مردک میگه تعجب نکن، میگه همون مردکی که دنی دری شما آمده بود و ای شما مرغ پرسید شما ندادینش، همون مردک منم. ای جای تعجبش نیست، گفت همون مردک منم. گفت یعنی بینیم برادر عزیز که زمان بینیم که می شود که آدمی که ثروتمند با مال و ملک شاید دستش می رود، لیکن خوش به حال همون ثروتمنده که اگر مال و ملک شاید دستش هم برود و او با مالش در زمان مالداریش خدمت که باشه، همه به او احسان میگه. میگه مردک داشت
خیلی امروز الله بزرگ گرفته باشم، لیکن مقصد این همی راهی میبینین دستی هموهای، این همی استالبای میبینین دستی هموهای، این همی ترانسفرماتر میبینین دستی هموهای، این همی آب میبینی دستی هموهای، این همی مسجد میبینی از هموهای، این همی مکتب میبینی. آخی وقتی از تو این قدر چیزا باقی مانده باشد، مالم که رفته باشه، تو در بین مردم خجالت دانستی. برای همین دویم چیز یک پیامبر نازنین اشاره کرد چی بود؟ گو مالدار میشین، شاید از زمره مالدارهای شوین که دیگر هوش و گوش تماما به سوی همون مال بروه و دیگر بندگی را فراموش کنی، دیگر بندگی کرده نتانی، عمل صالح مقصد جمع کرده نتانی. می شود برادر وقتی در فقر در ناداریش که دنبال مثال بهبودیش بدوی، در مالداریش هم دیگر عشقت به همون میروه، دیگر فریفته همون مالت میشه، نمیدانی که این مقصد تو میتونی. بین عزیزای خدا چی میگه؟ شیخ سعدی میگه به دنیا توانی عقبا خری. ببینین ای مردکایی که مالدارین، میگه شما از همین جا ایستاده آخرت هم خریده میتونین. به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. مصلحتی من میگه به تو همینه، بخر بچم از همین جا ایستاده آخرت بخر، جنت بخر که بعد پشیمان میشه. با همین شیخ سعدی میگفت کسی جمع کرد و گوشه بینهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. لیکن اگر نکردیم و جمعش کردیم و هیچ خیری دست من نشید، معنی تکی بستن بردن که در خاک پرتافتند. برادر عزیز با این مال میگه صاحب شبد میآورد، لیکن امکان دارد که حتی همین قاری یک شعر میخواند که 3 آدم روز قیامت حسرتی اند، یک تاش همون غنی هست که ای مال او دیگرها خیر کردن، خودش نکرد مرد رفت، دیگر نفرایی که مال صاحب شدن و اونا از این مال خیر کردن، بین از مال او جنت رفتن و مالدار برفت دوزخ. دویمش برادرای عزیز همین بود، او غنن مطغیان او مرضن مفسدن. سه میگه پیامبر یکی اگر بیمار شید، آدم بیمار برادرها رفتگین دیدگین احوال بیمار میدونین، وای در همون اوف و پوفی خچای. برای همین بیماری هم مانع عمل صالح میشود. دیگر فکری هم بیماری تا میکنی که شفا میتا خدا نمیتم، دیگر بچه ها رسا بدویم برینم بلنسا برینم فلان جا بیار فلان دارو را بگیر، دیگر فقط کارت همینه، دیگر عملی صالح کردن نمیتونی. او مرضن مفسدن او موتن مجهزن. میگه چهارم چیزی که شما را عملی صالح کردن نمیمانه برادرها، این مرگ. وقتی مرگ به سراغت که آمد، دیگه نامه اعمالت پوشیده میشود. بینین 3 آدم با همیجا نامه اعمالش پوشیده نمیشود. نامه اعمال همون عملایی که جمع شدگیان از روی همون ما پیش خدا خب جزامون میگیریم، خواه خیر خواه بد. 3 آدم با همون نامه اعمالش تا روز همون قیامت کشاده. یا کیان؟ یک تش عالمه که از علمش مردم منفعت بره. مردم از علم همون منفعت بردگیان، آگاهیشون خبردار شدنشون از علم همون های. این عالم تا روز قیامت هم در خواب باشم، در قبرم که باشه نامه اعمال کشاده. هر آدمی که از شنیدگی های او کرده سای ثوابش در او هم رفته است. دویم برادرای عزیز، کسی فرزند صالح باقی میمانه، ای کسی فرزند خوب باقی میمانه، اینم در خانه آخرت هم باشد،
برای خاطر فرزند خوب ماندنش خداوند نامه اعمالش نمیپوشه. ببینید سیوم نفرایی که صدقه جاریه کردن. ولی من چند جا دا بچه ها دعوتم کردن، رفتم کوپرکوک شدن، راه ها کردن. برادر عزیز چند خانه ها را مقصد از سر اینا و دیوالاشون کردن، آب خانه دا کشیدن. هر ماه برای مردم 100 سامان و 200 سامان میتن. یا صدقه جاریان. یا آدم اگر ای دنیا را که پدرودم بگه ثوابش برادرای عزیز همون نیکی هایی که در مردم کردگی ثوابش در نامه اعمالش رفته است. یعنی مرگ برادرای عزیز میشود که نامه اعمال ما را میپوشونه، میگه این مرگ هم پیش روی عمل صالحتون میگیرن. 5 او هرمن مفندن پیری. یکی اگر خدا نکشت در جوانی و پیرت کرد، پیرم برادر عزیز دیگر در پیر دیگر هیچی لذت نمیمونه. دیگر او راحتی را که او مردک در رکوع این چخیل خشروی، در سجده چخیل، در رمضان چخیل با قوت های دویده می روی، 1 ساعت های 2 ساعت های تراوی میکشه به پرو هم تا ایستادگی های. ای قدم های مستحکم دیگر، این میانای با قوت دیگر، این چشم های تیزبین دیگر، اینا دا آدم پیر نمیمانه. آدم پیرم برادر عزیز دیگر عمل صالح را هم مثل در یاشی و جوانی میکرد نمیتونه. بعد گفتن ششم اوی ساعت و ساعت و ادها و امر. گفتن ششم، گفتن قیامت. اول گفتم ششم دجال. اگر دجال هم که بیاید شما دیگه عملی صالح کردن رو میتونه. که درباره دجال شاید شما بعضی معلوماتاتون باشد که دجال هم یکی از نشانه های آخر الزمان است که اینا اکثر بسیاری حدیثات میگه از اصفهان ایران میبراید که همراهش 70,000 عسکر دارد که بسیاری از مردم غیر مکه و غیر مدینه روی دنیا را گمراه میکنه. در یک دستش میگه جنت داره، در یک دستش دوزخ داره. دوزخش میگه جنت های، جنتش دوزخ های که میگه در دستش نشانت میته. آدم در پیشت میکشه با زنده بکنه. مردم امروز خدا پرده مردم ها فالبین باور میکنه. ولی دجال اگر یک کس بکشه و زنده کنه بگه من خدایم، الله دانای همه میگه یمی درست میگه، حق میگه، نعوذ بالله. ششم اگر دجال هم بیا شما عملی صالح کرده دیگه نمیتونید. هفتم چیزی را که پیامبر گفت مانع عملای صالحتون میشود، این قیامت های. قیامت آمد شما دیگه عملی صالح کرده نمیتونید. خلاص برادرای عزیز، من حدیث کم ترک شاید زیادی بعد گفتم یا مانده شیدین یا روزگرمای، لیکن خواستم که همگانش برای گوش شما رسانم که مقصد پیامبر نازنین من که این 7 چیزی را که من یادآور شدم برادرای عزیز، حتما در یکی از اینا ما مبتلا شدن من امکان داره. ببینین 7تش از چیزایی است که کدومش در مبتلا میشه دیگه عملی صالح کردن نمیتونه، لیکن ما را دست ما بالا میکند، رو ما سرخ میکند، عزت ما در آخرت بلند میکند، عملی صالح های. همین چیزا برادرای عزیز دست ما و شما را میگیرد. برای همین انشاءالله مرگ این برادر عزیز ما برای ما هر کدامون درس باشد. چه قاری در ابتدا از همین آغاز کردن که مقصد مردن اینها برای هر کدام ما باید درس باشد. ما هم باید آمادگی ما داشته باشیم، باید ما هم تیاری ما داشته باشیم تا یک توشک باشد که نزد همون خانه قبر مانده، نزد خالق مانده برادر عزیز هیچگاه مقصد خجالت ده نباشیم، شرمندگی ده نباشیم. خداوند بازم بابی علی اکبر رحمت و مغفرت کنه، فرزندکاش خدای مهربان عمر دراز ایمان کامل تیو.
جمعی برادرای ما را، این برادر ما بابی غیاث‌الدین و همه شما برادر قوم و جمعایی که در اینجا حضور دارین، خدا عمراتون دراز کنه، ایماناتون کامل کنه. خداوند ای جمیع آفت و بلا نگهبانتان باشه. خدای مهربان این قوت این روزه داشتن این ماه مبارک هم نصیبتان گردانه. خدا در این ماه بیمارتان نکنه. خدا یگان سختی و مشکلات بر بالاتان نیاره. تا یک ماه را شما روزه بدارین و از ثواب و از اجرهاش برخوردار شوین و همون دری که در جنت به نام ریان برای روزه دارا هست، خدای مهربان طلبگار هر کدام ما و شما باشد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم یا ارحم